رژیم طالبان زیر نظارت پهپاد آمریکا. ملا یعقوب میگوید که هواپیماهای 20 سرنشین آمریکایی از خاک پاکستان وارد افغانستان میشود. طالبان و ادعای ایجاد لشکر جنگی. وزارت داخلی طالبان میگوید که کندک انتحاری این وزارت افتخار آنهاست. حکمتیار و انتقاد نرم از طالبان. حکومت باید انتخابی و به رضایت مردم باشد. و نگرانی همسایه. امام علی رحمان با دبیرکل سازمان ملل در مورد افغانستان گفتگو کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آماج نیوز خوش آمدید. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان میگوید که پاکستان حریم هواییش را در اختیار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی قرار می‌دهد تا به افغانستان حمله کنند. آقای مجاهد امروز یکشنبه 6 سنباله در یک نشست خبری همراه با قاضی فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و پاکستان حریم هواییش را در اختیار این هواپیماها قرار می‌دهد تا به افغانستان حمله کنند. نامبرد گشتزنی هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس در حریم فضایی افغانستان را مربوط به آمریکا می‌داند و می‌گوید که این عمل آمریکا تجاوز به حریم افغانستان است. او همچنین خاطر نشان کرده که در گفتگوها با جانب آمریکا این نگرانی‌ها مطرح شده. رون تیاری چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي دا اوس هم د امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې د افغانستان پر فضا باندې او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کو. ملا یعقوب از پاکستان خواسته تا حریم هواییش را در اختیار هواپیماهای آمریکایی قرار ندهد. چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایی حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي. وزیر دفاع طالبان در پیوند به چرخبال‌ها و هواپیماهایی که با تغییر نظام به کشورهای همسایه انتقال یافتند میگوید که این هواپیماها مربوط شهروندان افغانستان است و تلاش‌ها برای برگشتاندن آنها ادامه دارد. به گفته او شمار قوای وزارت دفاع طالبان به 150,000 نفر میرسد و تسویه صف و جذب نیروهای بیشتر همچنان ادامه دارد. ملا یعقوب علاوه کرده که ما 8 لوای مرزی داریم که در هر لوا حدود 3,000 نفر از قوا مستقرند و ما به هر صورت از خاک خود دفاع می‌کنیم. این اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان در حالی صورت می‌گیرد که در آغاز ماه جاری میلادی آمریکا اعلام کرد که در نتیجه حمله هواپیماهای بی‌سرنشین این کشور در منطقه شیرپور شهر کابل ایمن ظواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده است. معاون اداری وزارت داخلی طالبان میگوید که شمار نیروهای این وزارت نزدیک به 200,000 نفر میرسد. مولوی محمد حسن هاشمی در یک نشست خبری در کابل گفت که بیش از 2700 تن از نظامیان حکومت پیشین نیز جذب پلیس شدند. او افزود که کندک انتحاری در وزارت داخلی طالبان افتخار این گروه است. این مقام طالبان افزود که فرمان عفو عمومی رهبر این گروه به گونه کامل تطبیق شده و تنها کسانی که در برابر این گروه ایستادگی و مخالفت می‌کنند گرفتار می‌شوند. معین وزارت داخلی طالبان گفت که در یک سال گذشته 243 تن از مخالفان این گروه کشته و 72 تن دیگر نیز زخمی شدند، اما مشخص نکرد که این افراد مربوط به کدام گروه بودند. در یک سال گذشته جبهه مقاومت ملی در ولایت‌های پنجشیر و بغلان این گروه را به چالش کشیده. گروه داعش نیز حمله‌های انتحاری و درگیری‌هایی با این گروه داشته، هرچند طالبان حضور داعش در افغانستان را همواره ناچیز می‌دانند. به گفته معین وزارت داخلی طالبان همچنین 237 تن از مخالفان این گروه تسلیم شدند. او همچنین در مورد تشکیل کندک انتحاری در وزارت داخلی طالبان گفت که این کندک افتخار این گروه است، اما از ارائه پاسخ در مورد آمار این نیروها خودداری کرد. معاون وزارت داخلی طالبان گفت که وضعیت امنیتی افغانستان در یک سال گذشته بهبود یافته و جرم‌های جنایی نظر به 20 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. این در حالی است که در گذشته یکی از عامل اصلی ناامنی در افغانستان گروه طالبان به شمار می‌رفت.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته هیچ وقت نمی‌خواهیم در حکومتی شرکت کنیم که بر اساس رأی و خوشی مردم تشکیل نشده باشد. او از طالبان خواسته که شورایی را ایجاد کنند که ممثل اراده مردم باشد و اعضای آن از سوی مردم انتخاب شوند و همه از جمله حاکمان جدید به تصامیم آن ارج بگذارند. آقای حکمتیار در سخنرانی پیش از نماز جمعه گفت که این شورا باید خطوط اساسی نظام آینده، انتخاب و برکنار کردن حاکمان و وظایف آنها را ترسیم کند. آقای حکمتیار تاکید کرد که این شورا باید در چهارچوب شریعت اسلامی قانون اساسی بسازد و مرجع نهایی تصمیم گیری باشد. د واک وروستۍ او تر ټولو لوړه او عالي مرجع داسې شورا نه وي چې ملي اجماع تمثیلوي. غړي د ملت له لوري غوره شوي او ټول د واکمنو په شمول د هغې پرېکړو ته بشپړ درناوی او التزام ونه لري او همدا شورا د هېواد لپاره داسې اساسي قانون تصویب کړي چې په اسلامي اساساتو او لارښوونو ولاړ وي. د راتلونکي نظام څرنګوالی او د حکام او د عزل و نصب او وظایف و صلاحیتونو حدود او کرش ترتیب. او گفت هیچ وقت نمی‌خواهیم در حکومتی شرکت کنیم که بر اساس رأی مردم تشکیل نشده باشد. این خواسته بسیار وقت پیش بود و در آینده نیز خواهد بود. باید شورایی به وجود بیاید که ممثل اجماعی ملی باشد و تمامی مردم به شمول مقامات به آن احترام بگذارند و همین شورا برای مردم قانون اساسی را تصویب کنند که مطابق احکام و ارشادات اسلامی باشد. این گفته‌های آقای حکمتیار در حالی است که طالبان میگویند که چهره‌های سیاسی حق دارند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، اما در نهایت آنان در مسائل کلان تصمیم می‌گیرند. آقای حکمتیار همچنان مدعی است که طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی اهداف زیادی را در افغانستان هدف قرار دادند، اما تنها حمله شیرپور در رسانه‌ها پوشش داده شده و بقیه پنهان ماندند. او تاکید کرد که پس از خروج آخرین سرباز آمریکایی، طیاره‌های بی‌سرنشین در افغانستان به پرواز درآمدند و سکوت و عدم اعتراض طالبان آمریکا را شجاع‌تر کرد. آقای حکمتیار گفت از زمان خروج نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل تا اکنون طیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده در فضای افغانستان فعالیت می‌کنند و برخی از مناطق را نیز تحت هدف قرار داده و اهداف خاصی را مورد حمله قرار داده. رهبر حزب اسلامی باور دارد که همه نهادها و کشورهای خارجی و وابستگانشان خواهان ایجاد حکومت ائتلافی در کشور هستند، در حالی که حکومت‌های ائتلافی نه تنها راه حل بحران نیست بلکه عامل بحران و مشکل‌ها در کشور است و این را تجربه ثابت کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد افغانستان صحبت کرده. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرده که امام علی رحمان در این گفتگوی تلفنی خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به مردم افغانستان شده. رئیس جمهور تاجیکستان گفته که جهان نباید مردم رنج دیده افغانستان را در شرایط سخت کنونی تنها بگذارد. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در اطلاعی اظهار داشت که این کشور آمادگی دارد تا قابلیت‌های تدارکاتی خود را برای کمک به مردم افغانستان در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. این اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان در حالی است که دولت این کشور همچنان پناهجویان افغانستان را اخراج می‌کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در واکنش به اخراج اجباری پناهجویان کشور از تاجیکستان از دولت دوشنبه خواسته بود این روند را متوقف کند.